در این چوروینی با شکوه نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان مهمانان اشتراکیان کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها اشتراک نمودند. قبل از آغاز برنامه فرهنگی تحت عنوان ندای لازور که در دایره کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها دایر شد، نمایشگاه هنرهای ملی تشکیل گردید که در آن محصول دست هنرمندان از جمله گلدوزی، پاپوریدوزی، زردوزی، جامه و تاقیدوزی، زرگری، سبدبافی و کلولگری، گهواره‌سازی، محصولات چوبی، محصولات نانی و طعام‌های ملی و معرض تماشا گذاشته شدند. در این نمایش همچنین هنرهای مردمی و هنرهای آرایشی عملی هنرمندان تاجیک از قالین‌بافی تا زرگری پیشنهاد شد. در مجموع این نمایشگاه زیبا و تماشاباب تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک را بازگویی می‌کرد. ضمن سخنرانی معاون سروزیر مملکت مهمانان را خیر مقدم گفته دایر به تشبس‌های جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی سخن گفت. طور ابراز گردید کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها در دایره سالی بین المللی حفظ پیریخ‌ها که با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان پیشنهاد شده از جانب زیاده از 150 دولت اعضای سازمان ملل متحد در اجلاس 77 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماه دکبر سال 2022 دستگیری یافت و با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید گذرانیده می شود. یادآور میشیم که از 29 تا 31 می در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها برگزار می شود. در آن 2500 نماینده از 80 دولت خارجی و سازمان‌های با نفوذ بین المللی و منطقوی اشتراک می نمایند. سپس برنامه فرهنگی عبارت از سرود و آهنگ و رقص‌های تاجیکی در اجرای هنرمندان ورزیده پیشنهاد حاضرین گردانیده شد. باید گفت که در دایره کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها برگزار نمودن این نمایش و برنامه فرهنگی معرفی فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک به جهانیان می باشد.